دکتر صاحب عزیز سلام، وقتان بخیر. با امید از که جور صحتمند باشین. فرم هشتم انیمیلی را براتان حل میکنم امشب. در این جریان راهنمایی های خود هم می داشته باشم و یک ویدیو به نام فرم 9 براتان نشر میکنم. او ویدیو را دست نتین، اما آخرین راهنمایی خود در او ویدیو براتان انجام میتم و نقاط مهم در او ویدیو هم باز یک بار تکرار میکنم. میبخشین من کم مریض هستم. در فرم نو، تحت عنوان فرم نو ویدیو را نشر خواهد کردم براتان و پیش میریم. دکتر صاحب عزیز، سوال اول در این فرم تو گفته که انشالله که براتان معلوم میشه کدام یکی از جمله وظایف تستوسترون نیست. سکنین کاهش RBC، جواب میسته، اما افزایش کتله عضلی، افزایش متابولیسم، تولید پروتئین، این از جمله وظایف تستوسترون است. پیش میریم. حسیت طول عضلات از کدام مغزه منشأ میگیرد؟ از مثل اسپایندل. این قسمت است که از فیزیولوژی کتاب سیوم آمده، از فیزیولوژی عصبی از اون بخش است. بعد این مهم است دیگه. این بخش را اگر یک مرور کنین خوب است. میکروب هلیکوباکتر پایلوری دارای خاصیت زیل است. یوریاز مثبت است. کاتالاز منفی، کوآگولاز مثبت، اکسیداز منفی. این گپا مورد بحث نیست. در یوریاز سکنین یوریا برید تست در یادتان بگیرین. یوریا برید تست از این خاطر انجام میشه، به خاطر که دو امی خود یوریاس که است، امی یوریا برید تست تجزیه میکنه، یعنی امی یوریا را تجزیه میکنه چون یوریاز اونجا موجود است. امی یوریا برید تست از این خاطر انجام میشه چون امی خود انزایم یوریاز این باکتریا تولید میکنه. درست است. کمی سریعتر حرف میزنم تا وقتان محدود استفاده شد. One of the following is not the dyshemopoietic anemia. Dyshemopoietic anemia hemorrhagic anemia، یعنی مثلا این مستقیم بلاد لاس است. اینجا دیگه شکست کلش ربط داره به خود بون ماروی ما، یعنی به خود مغز استخوان و از نگاه وقتی که میگیریم چون ویتامین B12 و فولیک گفته. کدام انزیم زل در هضم پروتئین ها نقش داره؟ این سوال تکرار است. میبینید تریپسین در فرم دیشب ما و شما حرف زدم. بیاین که به طرف سوالای شش برم. Which of the following is the side effect of oxytocin؟ صحیح است. چون تقلصات زیاد میکنه ممکن رپچر یوترین به بار بیاره. The virus nucleic acid is covered by one of the following membrane. کسپید. درست است؟ کسپید جواب درست است. خب پیش میریم. افزایش تعداد حجرات پرانشیمی در یک نسج یا عضو را به نام زیل یاد میکنن. سکنین هایپرتروفی زمانی که امو خود کتله زیاد میشه. اتروفی خرد شدن متاپلازی را در سوال فرم دیشبم بود. هایپرپلازی تعداد حجرات زیاد میشه. افزایش تعداد حجرات گفته هایپرپلازی. ای تاپیکا هم خب ما بر شما گفتم که مهم است، اینا باید بخونین. What is the contraindication of diazepam؟ سکنین یک دپرشن رسپیراتوری را به بار میاره. از اون خاطر شما هر وقت که ما یک مریض کانولژن میه، یک مریض سیجر میه، زمانی که لورازیپام میدین یا دوازای بنزودیازپین میدین، از این خاطر در این قسمت باید محتاط باشین. توکسین اگزوفولیاتیف میکروب استافیلوکوکس باعث مریضی زیل میشود. اسکیلد اسکین سیندروم. درست است. پیش میریم. قسمت هایی که به نظر من مهم است ما او را براتون خاطرنشان میکنم. از نظر مورفولوژی استافیلوکوکس داره خاصیت زیل است. شکل انگور مانند. مورفولوژیش از شکل استافیلو خود مانا را میده. درست است. کدام گزینه زیل از وظایف اریتروپویتین است؟ تولید RBC. بسیار جواب خوب است و ایرام یک ذره پرسان میکنن نه چرا دست سیکدی می کم میشه و دست سیکدی چرا انیمیا به بار میروی. تحت این عنوان سوال میکنن از پیشتون. انوریزم بری در کدام عضو دیده میشود؟ اوعیه دماغی. کدام جمله زل در مورد عضله هضم اسکاپولا درست نیست؟ ساختمان کروکوید پروسس در کنار الوینا قرار دارد. این درست نبوده. و دیگه سوپریور و انفریور کولی are located in midbrain. یعنی ساختمان از پیشتان کده که در میدبرین موقعیت داره. سوالای مهم ما براتون میگیم. کدام یک از جمله عوامل محیطی سرطان نیست؟ انفلمیشن. سکنین دیگه کلش ربط داره. موج پی در ECG از باعث کدام حادثه رخ میداد؟ اتریال دیپولایزیشن. این سوالات
با ما هم آشناست که شاید در دوره های اول که ما امتحان دادیم شاید این سوال با ما آمده باشه. سوال با ما در پارچه که ما امتحان دادیم آمده. البته ما بسیار دوره های پیش امتحان دادیم. حادثه ذیل سبب تخریب RBC در وسط بلاداگر می شود. همولیسین دیگه نموگی که has one of the following characteristics due to the growth features. فرمنت شوگر این خصوصیت شده اینجا مورد بحث شده. زیادتر در این فرم میبینین مایکروبیولوژی را زیاد آورده. ساختمان اسیبوتولوم در کدام استخوان قرار دارد؟ در هیپونوما قرار داره. درسته در شتیبولوم که بس نیک فیمور دو قسمت جابجا میشه. دیگه سوال میریم کدام یک از مربوط روت آف فلانک نمی باشد؟ فرینیک نرف سیس از هیلیوم که داخل میشه. در هیلیوم دیگه فرینیک نرف مورد بحث نیست. سکنی هپ اند شولدر جاینت از کدام نمی باشد؟ بال اند ساکت جاینت. این انواع جاینت هم در امتحانات افغانستان زیاد میاد. درسته هنگ جاینت رقم از ساجل چیز از پیوت چه قسم است. حتی ما بگیم اینی در امتحان دور 4 آمده، اینی هم دور 4 آمده. درست است. خب موارد استعمال فینتانایل عبارتند از نورولیپتی آنالژزیا و تقویه انستزی. مثلا ای از بخش فارماکولوژی آمده. درست است. در آنالژزیا و تقویه انستزی استفاده میشه فینتانایل. Primary visual cortex is located in occipital loop. این سوال آسان است. میفهمین شریان فیمورال امتداد کدام شریان است؟ external iliac artery. درست است. internal به طرف خود پلیز دور میخوره. کدام یک تومور سلیم است؟ کاندروما. در دیشب هم یک سوال بود اونجا خبیثه بود نه؟ سیمی نوما دیشب که ما شما حرف زدیم. پیش میریم. خدا کنه همراه باشین. دسام بین دهلیز راست و بطین راست برام زیلیت میشه. ترایکسپید والف. سوال نسبتا آسان است. receptor for protein hormone are located cell membrane. سکنین receptorای for protein hormones are located in cell membrane. درست است. پروتینای هورمونیک receptorای در cell membrane ما موقع داریم. موقع در کجا ما باید تاثیر کنه؟ کدام یک از جمله اسباب پاتوفیزیولوژیک زایمان است؟ پاتوفیزیولوژیک کاهش فشار هیدروستاتیک. سکنین دیگه کلش سبب میشه که زایما با بار بیایه. One of the following hormone have the role in protein synthesis. انسولین. درست است. دیگه پیش میریم. massive proteinuria seen in one of the following nephrotic syndrome از 3.5 گرم پر دی زیاد میشه و تشخیصش هم اصل massive proteinuria به خاطر پیدا میشه دی مرض و تشخیص نفروتیک هم در massive proteinuria میشه. شما پروتئین 24 ساعته یک مریض جمع میکنین میبینید که از 3.5 گرم زیاد است. کدام حجره زل در ایجاد برین بلاد بریر رول دارد؟ استروسایت. مؤثریت دوا از نظر نسخه نویسی معقول از روی چی تعیین میشد؟ منابع معتبر طبی. سوالتان هم تکراره. این تکرار است. این شو در فرم موجود بود. کدام جمله زل در مورد کلیه درست نیست؟ ریتروپریتونال است. جواب بی صحیح است. درست است. The lateral rectus muscle is innervated by following nerve adjacent nerve. درست است. کدام ادویه زیل ترکیب دیوار حجره میکروب را نحی میکند؟ سکنین ایچی است؟ فولر اینهیبیتر است. ایچی است؟ DNA گایریز اینهیبیتر است. صحیح است. ای تنها چی میمونه؟ اینی سلوال اینهیبیتر میمونه از خانواده کارماپینیم است. نه همونی گلوکوزید هستی. درست است. یک کل از که است تقریبا پروتین اینهیبیتر است. دبین یک دانه سلوال اینهیبیتر است. میبینیم. درست است. بسیار یک دوای خوب است. پیش میریم. In one of the following disease porosity is increasing and the bone mass is decreased osteoporosis. جواب است. کدام دوا توصیه دهنده قصبه در حمله اسمحات می باشه؟ سلبوتامول. سلفوناماید. سکنین او یک انتیبیوتیک است. پروپنالول خب بیخی یک بیتا بلاکر است. مزاد استفاده باب و زفیرولوکاست و مونتیلوکاست هم در تداوی است شامل است. اما توصیه دهنده قصبه در حمله حاد اسما
یک سلبوتامول است. درایور 40 ساله از آلرژی و پت شکایت دارد. کدام ادویه زیل داده شود؟ لوراتیدین. درست است. Greenstone belongs to the which of the following drug classes? سیروتونین انتاگونیست مربوط سیروتونین انتاگونیست میشه. which of the following is not a long muscle of the pharynx superior constrictor؟ ای از بخش گوش و گلو آمده ای سوال. کدام یک در مورد تقلص ایزومتریک درست است؟ طول تغییر نمیکنه. این سوال هم تکرار است. دیشب هم دفور بود. کدام حجره زل در انتانات پارازیتی به صورت وافر دیده می شود؟ ایزونوفیل. این سوال هم تکرار است. تقریبا در فرمای سالهای اول زیاد می آمد. کدام سوی شکل زیل در left right shunt دیده نمی شود؟ تتراژیا فلوت. عوارض جانبی رینگ لاکتات عبارتند است. الکالوزس. درست است. چقدر مهم است ما چقدر رینگ لاکتات به مریضا میدیم. یا دیگه باید بفهمین جنرال نالج. کدام دوای زل در حالت های وخیم و شدید فشار خون داده می شود؟ سودیم نایتروپرسید. سیس امیلودوپین انالپریل هیدروکلورتیازات. یا دیگه در حالت های معمول است. اما دیگه در حالت های ارجنسی و امرجنسی بیا دیگه ای. درست است. پیش میریم. اخلاق طبابت و اساسات تغذیه. ایودین is necessary for producing of which of the hormone؟ ایره دیگه بفهمین دیگه. گوارتارا میفهمین، تایراید میفهمین. جواب ببینین. دیس. فرکتوز از جمله مرکبات زیل است. کربوهیدرات. سوال بسیار آسان. مرکب زیل جمله اهمیت می باشد. گلوتامین، هورمون، سوکروز. فسفولیپید. جواب. اخلاق طبابت به صورت تحت اللفظی از کدام کلمه گرفته شده است؟ کلمه یونانی به نام ایتکس گرفته شده. Which of the following molecule is micronutrient؟ ویتامین. blindness شبکوری. از کمبود ویتامین A مریض زیل ایجاد می شود. سکونین دیابتس میلیتوس، هایپرتنشن، تی بی، blindness. جواب بسیار واضح است. در بین ازیا مرض استومالاشیا سبب کمبود کدام ویتامین وجود می؟ ویتامین دی. سکونین ویتامین دی. کمبود ویتامین دی چی سبب می شود؟ کمبود ویتامین که خونریزی شدید پیدا می شود. ویتامین سی هم میفهمین که در معافیت ایمونیتی ما بسیار مهمه. یکی از موارد زیل علت اشتباهات تشخیص می باشد. عدم دانش طبی کافی و به دسترس نبودن وسایل تشخیصی. جواب ما بود کدام حالت زیل از جمله اسباب ثانی فرط فشار خون نیست؟ ثانوی. ادیسن دیزیز، کوشنگ دیزیز، پرایمری هایپرالدوسترونی فرکانسی دیگه فشار بلند می باشه. در ادیسن دیزیز انشفیسنسی غده ادرینال موجود می باشه. در اینجا فشار کم می باشه در ادیسن دیزیز. درست است. حالت ورشوتراید در حالت وجود کدام مرض زیل شامل است؟ پولمونری امبولیزم. چون در ورشوتراید سه پایه وجود داره. در اونجا خودش اندوتلیال دیسفانکشن یا مشکلات که موجود می باشه باعث میشه که مریض به طرف وینوس ترومبو امبولیزم بپیچه و دیپ وین ترومبوز شورت شوه به طرف تنفس ما، سیستم تنفس ما. سوالای داخل است. Thyrotoxicosis due to excessive intake of iodine is called جورج بیزدو دیزیز. همه کتابه که باز کنین در تحت عنوان هایپرتایرودیزم ایگه بسیار واضح نوشته است. علامه رادیوگرافیک کابلستون در یکی از مرض دیده می شود. کرون دیزیز. چقدر زیاده در افغانستان IBD. دو مرض است. ulcerative colitis، کرون دیزیز خیلی زیاده است. مریض یک ابدومینال پین، بلادی دایریا، فیور، ارترایتس. درست است. کرونیک دایریا عراض می داشته باشه. انشالله که شما IBD را باید بخوانین. IBD اگر در امتحان میایه نمیایه، IBD مرض معمول شایع در جهاز هضمی است. در افغانستان بسیار زیاد است. مریض تکان با یک کرونیک دایریا آمد، با ابدومینال پین آمد، فیور داشت، ایثارش CRPش بلند بود، ای مریضتان سوی جذب داشت، لاغر شده بود، ضعیف شده بود، منرالا را از دست داده بود، البومینش پایان بود. IBD یک مرض بسیار مهم است. هر کس باشه، هر استاد باشه، در این امراضا
آی بی دی را باید اهمیت بده و سوال از او باید بیاره، چون یک مرض شایع در جواز ازمی است. هر دکتر جنرال پرکتیشنر باید بفهمه، حداقل یک معلومات عمومی در این باره. در تضییق مجرای خروجی پیلور کدام یک از اسقام ساکسن اسپلش ایره میفهمید، چون به خاطر از اون شلوب که میگفتن استادا، از اون خاطر چون با امید تشخیص هم میشه دکتر صاحب که مریض یک مجرای خروجی پیلور بندش به وجود آمده. درست است دیگه، سکشن میکنن مواد تخلیه میشه. التهاب مفصلی در اکیوت روماتیک فیور کدام خصوصیت زیل دارد؟ وجه مهاجرتی میگراتوری در کتابم نوشته است. میگراتوری میگه بلندترین نمره گلاسو کوما اسکیل عبارتند از 15. چیسیس مریض 15 الرت است، 15/15 که میگیم. خب در کدام اریتمی زیل با شهیق ضربان قلب بیشتر شده و با زفیر کم میشه؟ ساینس اریتمیا که داشته باشه. درست است. ساینس اریتمیا رو ببین آرارا نامساوی می باشه، ساینس اریتمیا که داشته باشه مریض. درست است، اینتروالا تغییر میخوره. ساینس تاکیکاردیا چه قسم است؟ موجا آرار مساوی است، اما آرار مساوی است اما ریت بسیار سریع است. اتریال فیبریلیشن چه رقم است؟ اتریال فیبریلیشن مریض که است موج پی نداره، اینتروالا نامساوی است، الترنس موجود می باشه، پلس دفیسیت پیش مریض موجود می باشه. پاتولوژی است خوب معلوم است، هارت فیلر است، سی او پی دی است، نمونیا است. این موضوعات است. ساینوس برادیکاردیا را شما بگین. خیلی آسان است دیگه. ریت پایان 65 60. حالا 50 آمده کتاب اینا. تب بل ابستین فیور در کدام مرض دیده می شود؟ هوجکین دیزیز. چقدر یک مرض مهم است هوجکین. پینلس چی میشه؟ لیمفادینوپاتی می داشته باشه، پینلس می باشه. تشخیصش چی میشه؟ همین لنف نود بایپسی میکنن یا اف ان ای میکنن یا اکسیژنال نودال بایپ میکنن، میکشن لنف نود، میرن پاتولوژی میکنن، همو حجرات مالگننت میبینن. نام حجرات مالگننت که دایی مرض میشه لطفاً در کامنت نوشته کنین. ببینین ما این درس بر شما دادم، اما این درس ما در چینل یوتیوب هم اپلود میکنم. در چینل یوتیوب که وقتی میبینین امی یوتیوب چینل اگزامس کمی که حمایت کنین که ای به سالا بانه ما امتحان تخصص سوالاش حل کرده بانیم براتون، ایره براتون بانیم. یک چینل علمی را باید حمایت کنین، شما هیچ حمایت هم نمیکنین. و ما زمانی که درس براتون دادم دکتر صاحب عزیز از پیش هیچ کس پول نگرفتم. بسیار افراد با ما زنگ زد، پیام ماند که هرچقدر پول میخوایی ویدیو رو با ما بده. ما این کار نکردم، خاص به خاطر از اینکه یک تو از پول ملت درس خواندیم، به مردم هم هدیه میکنم و فقط یک دین بار هر یکتون میخوانم که اگه واقعا سوالا رو میخوانین و امتحان بخیر پاس میشین، در زندگیتون یک دین میمونه که یک مریضه به خاطر ما رایگان تداوی میکنین و از پیش فیس نمیگیرین. یک دین تو ما بر شما ماندم، ببینم که کی انجام میده کی نمیده. انشالله که ثواب قدر دین ها کلش به ما برسه و می دعایتون کار دارم. پیش میریم. which of the following is the predominant sign of Addison disease? hyperpigmentation. سکنه مریض hyperpigmentation بسیار سیاه می باشه، استریا ها موجود می باشه. درست است. چهرهش که ببینید فکر میکنید از یک نفر از بین ما نیستم، یعنی از افریقا آمده. مریض ادیسن دیزیز ما یک بار در وارد داخل میشدم، یک شخص بسیار سیاه چهره، فکر میکنید که از جغرافیای ما نیست، از افریقا کس آمده، یک مریض خارجی است. من فکر کردم، اما بالاخره باز تشخیص میکنین، همکارایتان کمک میکنه، استادا کمک میکنه، میفهمین که ادیسن دیزیز است. کدام حالت زیل جمله فرمینگام ماجور کریتیریا نیست؟ اسپینومیگالی. درست است. ای در هارت فیلر است ای کریتیریا. Malar rash in the DNC criteria for the disease ای لیسته لوپوس ارتماتوس. این مالر راش است که ما زیادتر مریضا را تشخیص میکنیم. باترفلای وری. درست است. انشالله که دایتان است. تصویرش بس در گوگل سرچ کنین مرمر رمبلینگ وصف زغایی کدام یکی از مایترال استنوسته کنین. ایکو برآمده کار ما را آسان میکنه. مرمرا را که اگر بفهمیم هم نفهمیم هم اما خیلی مهم است و من حیث یک دکتر جنرال باید شما اصغای سیستم قلبی، تنفسی،
هضمی رو باید یاد داشته باشین. لطفاً اینمی رو بخوانین شما رو کمک میکنه معاینات تشخیصی، اما اینمی رو باید بخوانین دیگه. تا بعد جز اینمی چیزا چیز دیگه نیست. همیشه شما با این مرمرا سر و کار دارین. از جمله اسباب غیر قابل تعدیل اتروسکلروز می باشد مونوپوز، اسموکینگ میتونی قطع کنی، چاقی رو میتونی تغییر بدی، لیپوپروتئین میتونی تداوی کنی، اما این کارا نمیتونی. از جمله اختلالات پورتال وین هایپرتنشن می باشد. چقدر خوب. مثلا یک مریض از لیور سیروز پورتال هایپرتنشن داد، نانسیروتیکام داریم، مثلا شیستمیازیس، مثلا مالیگنسی. درست است. یک چند تا دیگه شما بگین، مثلا آنتی فاسفولیپید سندروم، دیگه چند مرض دیگه هم هست. در اینجا چرا اسایتس به بار میاره؟ اون به خاطر که یکی پولمونی هایپرتنشن است، دیگه اونجا میره اسپلنومیگالی رو میسازه، ترومبوز میشه در اینجا به وجود بیاد. کدام یک از جمله اختلالات قرحه پیپتیک نیست؟ در کتاب جریتون دیدین 4 اختلالاتش گفته. جرت نیست. سکنین جای بلیدی که میده، پرفوریشن میده، گستریک ابزلابر اکسترکشن هم میده. جرد سبب نمیشه. اصطلاح کارپ 65 یک معیار پیش بینی برای کدام مرض است؟ کارپ ای که است کریتریای دیاگنوستیک به نمونیا دکتر صاحب عزیز. سکنین کانفیوژن است، یوریا است، رسپیراتوری ریت است. سکنین کمی کارپ سیش که است کانفیوژن است، یوریا است، آرش رسپیراتوری ریت است، بیش بی پی است، فشار است با 65. مریضی که مثلا کانفیوژن داشت، یوریاش بلند بود، رسپیراتوری ریت زیاد بود، فشارش داون بود، بالای 65 بود، 5 نمره میگیره، فوق العاده مریض سیویر آی سی یو. از این شما کلاسیفیکیشن میگین که مریض در کجا بستر کنی. اگه کارپ 2 گرفت، 2 نمره گرفت، یعنی 2 چیز داشت، وارد میکنی. اگه 3 گرفت، مریض آی سی یو میشه. درست است. خب در کدام معیارات با سی او پی دی استفاده میشه؟ مثلا گولد کریتریا استفاده، دستمال از گولد استفاده شده. پولمونری امبولی چی است؟ ولس کریتریا است. در پولمونری امبولی باز ولس کریتریا استفاده میشه. چند نمره در ولس کریتریا بگیره که مریض پولمونری امبولیزش رد شده نمیتونه؟ شما در کامنت جواب بدین. لطفا در کامنت جواب بدین. اگر واقعا این ویدیو موثر است که ما ادامه بدم، در کامنت جواب بگوین. در کامنت یوتیوب و دوستایی که امیال در گوگل میت است، در زوم است، شما هم کامنت های تبانین. چه خوب سوال هست در پیش میریم. در عدم کفایت جسم ابهر یا با ضربان قلب راست نیز تکان بخورد به نام زیلت موست ساین. سکنین ای ساین ها که از واتر همر پالس، کوینگ ساین، هیل ساین، ای در والولار دیزیز است. عدم کفایت انشفزینی ابهر است. درست است. موست ساین. پیستول ساین نام داریم در اینجا. در کدام حالت زیل دیالیز صورت میگیرد؟ انیمیا، هایپرکلسیمیا، یوریمیک انسفالوپاتی، متابولیک الکالوزیس. یوریمیک انسفالوپاتیس در تضییق شدید ابهر نبض وسوسه را دارد. سلو رایزینگ پالس، پولمونری وینسون سیندروم، دانیمیا است. دیدم کتاب چه خوب نوشته است. انگولار استوماتوزیس، ویلسون پولمونری وینسون. درست است. کدام حالت زیل در اکویت کرونری سیندروم شامل نیست؟ 3 چیز است. استیلیویشن، نان استیلیویشن، انستیبل انجینا، پرنزماتال انجینا شامل نیست. کدام یک به حالت زیل شدید ایاردیس میگه؟ سکنیم partial pressure اکسیژن بر fraction of oxygen 2 کمتر از 100. اگر 200 بره مودریت، اگر 300 باشه مایلد. درست است. ای در ایاردیس است. در آخر کتاب تنفسی تنسی بخش ای در شیرال تغییر هم داده. SPO2 saturation of oxygen partial pressure اکسیژن کش ای طرف کردن. نو آمدن بیخی 2025 گپ نو جدید است. شاید در کتاب اضافه شده. Stable angina occurring at the onset of exercise but decrease during exercise or containing contamination is called warm-up angina. عدم کفایت تنفسی تایپ 2 دارای وسوسه زیل می باشد. سکنید در تایپ 2 که است، در اینجا در تایپ اول چی است؟ در تایپ اول مریض اکسیژن گرفتن نمیتونه. مشکل در اکسیژن گرفتن است. هایپوکسیمیک میگنش. در هایپرکپنیک چی است؟ مریض اکسیژن گرفت، کربن دی اکساید تولید شده داشتش، کربن دی اکساید اخراج کردن نمیتونه. سکنید در اینجا چی است؟ پارشل پرشر اکسیژن کم میشه و کربن دی اکساید زیاد میشه. کربن دی اکساید پارشل پرشر کربن دی اکساید در خونتون زیاد میشه.
سیس اکسیژن خارج، کربن دی اکساید خارج کردن نمیتونه. ای بی جی که میکنین مریض اسیدوزیس میه. سعی کنین هر جای کربن دی اکساید بود، هر جای کربن دی اکساید بود، کربن دی اکساید در خون که جذب کردی یعنی اسید زیاد کردی. کربن دی اکساید یعنی اسید است. اسید وقتی ای که در خون زیاد شد اسیدیک میشه. درست است. این در خاطر بگیرین. علت پست رینال ازیتیمیا چی است؟ بسیار ساده سوال. ابسترکشن ها. پست رینال همیشه ابسترکشن مد نظریم، اما باید لترال باید باشه. صحیح است؟ یا استراکچر است یا سنگاس. Which of the following is not the side effect of insulin? Second, insulin having hypoglycemia میته. antibody formation against میشه. لیپودystrophy در قسمت که زرق میکنن یک هایپرتروفی. هایپرتروفی رو به بار میره. درسته در قسمت که زرق میشه. پیش بریم. increase our base count or hematocrit is called polycythemia. سوال تکرار. peripheral neuropathy and spinal demyelination is seen in vitamin B12. از اون خاطر مریضایتون دنگلنگ و پایدردی یا می داشته باشه، نمیگه حالا پلاستیک داشته باشه. Sphenomegaly not seen in the following disease. polycythemia vera. لوکیمیا دیده میشه. لوکیمیا خب خیلی دیده میشه در پورتا هایپرتنشن. پیشره که اسپلینومگالی رو براتون گفتم. هایپر اسپلینیزم این دیده میشه. دو اپلاستیک انیمیا خیلی نمی وصفش هست که در اونجا در بون مرو خرابی است، در بیرون چیزی گپ نیست. فیلادلفیا ایرم سوال تکرارم سی ام ال دیشب خواندیم. تکرار میکنم به خاطر که شما باید خودتان متوجه باشید کدام یک از جمله اعراض میگرین نیست. فیور، فوتوفیبر، فونوفوبیا، نوزم ومیتینگ فیور نیست. سبب معمول سباراکنید هموراژ عبارت از رپچر رفنوریزم است. ترس از جمله شامل یکی از امراض روانی ذیل است. سوشال فوبیا which of the following is not a motor disorder. اگروفوبیا علت ارثی یا ژنتیکی. سی او پی دی عبارت از کاهش الفا آنتیتریپسین. امفیزیما. صحیح. پارانوید یا شخصیت بدگمان شامل کدام کلستر ذیل می باشد؟ A. در مرض دیسامی ذیل واتر همر پلس جست می شود. آورتیک ریکورکوتیشن در مورد سیزارین کلاسیک جمله درست عبارت از شق طولانی در سگمنت علوی رحم. سفینه واریکس term and describe one of the following varicose vein and groin. کدام خیاطه جراحی به شکل متقطع است؟ interrupted. یکی از حالات ذیل سبب درد کمر نمی شود. توسط فقره. خروج پلاسنتا صفحه چندم ولادت را تشکیل میدهد. سوم عدم موجود انتان در نسج عبارت از اسپسیس. تداول سیگموید در کدام اشخاص دیده میشد؟ افراد مسن با قبضیت و با قبضیت دوامدار. permanent stopping of menstrual period is called menopause. کدام یک از جمله علائم حیاتی نیست؟ fluid balance. one of the following is not the cause of infertility in male hydrocele. تومور اسیدی از جمله نظر موقعیت علوی وحشی. پروسه دیبریمین در کدام نوع انتیسپسی است؟ میخانیکی. این انتیسپسی را لطفاً بخوانید. تکرار میآید. حالت کانکیوژن از باعث ترزیز کدام قسمت ایجاد می شود؟ هید تروما. one of the following is the complication of PID. ectopic pregnancy. عامل ذیل سبب زخامه عقده تایروید در مرض گراویس می شود. TSH رپس. حالت پریچ پرزنتیشن به چی دلالت می کند؟ عضو متعلنه با ها می باشد. بخوانین پرزنتیشن ها را. In acute pharyngitis condition in culture of pharynx which of infection detect streptococcus. If the content of hernia sac is mechanical divertical, this type of hernia is called letters hernia. استعلای پلاسنتا پریوه عبارت از غرس پلاسنتا در سگمنت سفلی رحم. سویه الفا فیتو پروتئین در کدام انومالی زیاد می شود؟ انومالی جدار بطن و تیوب عصبی. یکی از اسباب پست اپیتاکسس شمرده نمی شود بین ترزیزات. painful menstrual period is called dysmenorrhea. اولیگامینوریا چیست؟ مونوپوز چیست؟ پولیامینوریا چیست؟ این اصطلاح مهم است. همیشه تکرار میکنم بخونین. نبض قلب نوزاد توسط کدام وسیله ارزیابی میشود؟ فیتوسکوپ. one of the following is not the cause of infertility in women. dysmenorrhea. هایدرونفروز سبب حالت ذیل نمی شود. هایپوپیدیازیس. در کدام کسر بجا شدگی دیده نمی شود؟ impacted fracture. در کدام نوع جاغور اگزوفتالموس دیده می شود؟ گراویس دیزیز. آفت کری آخذه عصبی در کجا موقع دارد؟ قوقعه. direct pressure on sciatic nerve over bones cause pain sensation and pain. This is called Valek sign. سونوتوساین هم در اونجاست. جراحی عصب سوالش است. پروسه پکینگ کدام طریقه توقف خونریزی است؟ میخانیکی. سک کنین.
خیر. ایجاد سرخی در جلد کدام درجه ساختگی است؟ اول، کلمه اکتوپیک در قسمت زل موقعیت اختیار نمی‌کند. ناحیه اپیگاستریک. علامه رادیولوژیک کدام یکی از اومگا ساین است؟ تداور سیگمویی جراحی بطن است. سوال، سوختگی که از سبب قلبیات و تیزاب ها ایجاد می شود کیمیایی است. انواع سوختگی را بخوانید. شاک از سبب مداخله انتن به وجود می به نام زیاد سیپتیک دین روز دیستریبتیو که گفتیم. انواع شاک ها مهم است. میبینید باز تکرار آوردن در فرم دیگه تکرار آوردن مهم است. درست است. من تقریبا زیاد تجربه دارم در امتحانا. از سبب کمبود ویتامین زل سنگ های طرق بولی ایجاد می شود. ویتامین A. بیجا شدن یک استخوان بالای استخوان دیگر به نام زد خلع. کدام معاینه در سنگ های رادیوگرافیک کلیه استفاده می شود؟ KUB. علامه اوتوریا از جمله علائم کسر کدام قسمت است؟ متوسط قید قف. جریان عصب سوالش است. معاینه در دیسک بین فقری و سریافت نخاعی انتخابی است. MRI. کدام یک سبب تشکل سنگ های در طرق بولی نمی شود؟ لیپید. سکن اگزالیت فاسفیت و یوریت سکن اسباب شست. علامه گریت تورنر پانکراتایتس. سوال، علامه گریت تورنر ساین در کدام یک اکوت پانکراتایتس سبب معمول لو بک پین عبارت عن فتق دیسک بین الفقری. کدام یک شامل مراحل مراقبت بعد از عملیات نمیشه؟ مرحله قبل از انستزی. درد عصبی گوش از کدام عصب راجعت میکند؟ فاشیال نرو است. عامل لودویگ انجینا عبارت از دندانهای پریمولار انمولار. عدم موجودیت عادت مهر در سن حملی. امینوریا از جمله اعراض انسداد اما نیست. قبض ناتام. علامه توراسنتیز در کدام حالت استفاده میشد؟ نوموتورکس. ایره ببینید دکتر صاحب. توراسنتیز ما مثلا پلارویفیژن توراسنتیز میکنیم. ایره یک بار ببینید. درست است؟ شاید ایره غلط گرفته باشه. اینجا بی گرفتن. یک بار میره بخونین خودتانم. عبارت از معاینه حاملگی است. بتا چیستی. سوال تکرار. دیشب در فرم بود. در حالت متاستاز تایروید سوی کدام هورمون در خون بلند میرد؟ تایروگلوبولین از جمله آنتیسپتیک های کیمیایی است. سکنین آنتیسپسی. باز تکرار. الکل. معاینه رحم با کدام مواد که میزه؟ هیستروسلفینگرافی. برای نان الرژیک وازوموتور کدام ادویه داده نمی شود؟ ایره ببینید. انتیبیوتیک بیخاصی خاندان نیست از خاطر آورده. ضایعات مواد و الکترودهای بدن به نام زیل یاد می شود. دیهایدریشن، اندازه‌گیری رشد طفل کدام مورد مهم نیست؟ واکینگ از باعث کمبود کالری به وجود میاد. مراسموس. سکن نیوتریشن فوق العاده بخوانین. لطفاً بخوانین. نیوتریشن یک چیز مهم است در افغانستان. چی میگن؟ به خاطر خود بخوانین اگه به خاطر مریض نمیخوانین. کدام ویتامین به نام ریتینول ویتامین A سرفه های شدید همراه با ووب پرتوزس کجاست؟ امراض ساری اطفال. کرنینگ مننجایتس. دینر. سوال تکرار. واکسین سرخانه در کدام حال زل استثبات نیست؟ میل فیور. کدام در زل در اختلاجات نوزاد استعمال می شود؟ فینتوین. خوب دواست ما دادیم به مریض. وزن نوزاد در حدود 1499 بین 1000 لو برد ویت است. وری لو برد ویت. وری اوی داره. نوزاد با گراوند گلاس فیس در کدام مریض دیده میشد؟ هیالین ممبران دیزیز. فرمول نیگل جهت تعیین سن حمل عبارت است. جواب اس مد نظر بگیرین. از جمله عوارض جانبی فوتوتراپی می باشد. دیهایدریت میشه مریض. شکل معمول اختلاج نظم سپتال. سوال تکرار. شیر مادر تا کدام سن برای طفل کافی است؟ 6 ماه. امید دارم که از این سوالات به امتحانتان زیاد بیه. عدم تنفس نوزاد در زمان تولد برد اسفکسیا. بسیار یک هایپوکسیا شدید میده مریض. برینش بسیار اختلالات رو میبینه. خب دکتر صاحبای عزیز تقریبا این 161 سوال آمده اینجا. من باور دارم که شاید اینی سوال از دیگه فرم بوده که در اینجا تایپ کردن. خیر سعی کنید دکتر صاحبای عزیز اینی فرم دوره آخر است. 9 پریود
اگر ایده ما به طور چارجواب پیدا نکردم باز ما از روی ازی میخوانه continuous future benefit answer less time. مثلا یک کس که یک دکتر صاحب جرایی که سوچرهای متداوم بزنه به خاطر از اینکه تایم کم داشته. در مرض پلگرا کمبود کدام ویتامین است؟ مثلا ویتامین نیاسین. we should try it include except ویتامین K. second we should try it باز تکرار آمده. اپیتکس سایت anterior area. شاید درباره اپیتکس یک سوال باشه. ما کوشش میکنم این فرم نهم پیدا کنم، اگر نبود باز از روی ازی مجبور هستم براتون بخونم و متوجه کنم کدام قسمت ها مهمه. فرم هشتم براتون اپلود میکنم، میمانه چند فرم دیگه هم در ویدیوی بعدی براتون نشر میکنم. تشکر. لطفا چینل رو سابسکرایب کنین، اگر واقعا موثر است در کامنت هایتان نوشته کنین. تشکر. وقت بخیر.